الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال نمودند که آیا در دنیا مملکتی 100% 100% اسلامی هست یا نیست؟ بارک الله فیکم. اگر مقصد شما از این سوال دولت هایی که امروز معروف است در خریطه وجود دارد این چنین دولت ها باشد، 100% دولت اسلامی که 100% موافق قرآن و سنت چخیلی که در حدیث صحیح آمده است و در قرآن احکام آمده است این چنین باشد وجود ندارد. امروز به مانند دولت های خلیج مثلا هست امارات، دبی، ابوظبی اینجا امارات، و هست کویت، هست سوریه، هست یوردانیا، هست فلسطین، هست مصر یا که سعودی، مملکت العربیه سعودیه. یگان تی از این دولت های 100% اسلامی نیست. اگر مقصدی این برادر این باشد که از این دولت های اقرار کرده شده که تمام دنیا اقرار نموده است، کافرها اقرار نموده است که این دولت وجود دارد، این دولت ها یگان تاش 100% دولت های اسلامی نیست. همه اش کفریات دارد و همه اش مشکلی ها دارد و پرابلم ها دارد. و برای همین ما نمیتوانیم که بگوییم این دولت های 100% اسلامی یا که دولت های اسلامی حقیقی یا که دولت های اسلامی. البته ما در مسئله حکومت صحبت کرده شدیم. باید انسان بداند که حکم ما نه به همه مردم، ما به مردم مملکت عربستان سعودی، به مردم مثلا مصر یا که دیگر مردم دولت ها هیچ وقت هم حکم کفر نمیمونیم. مردمش مردم عامه، مردم مسلمان است. اما مسئله حاضره ما در مسئله حکومت رفته شده است. این حکومت های اسلامی نیستند و در همه این حکومت ها کفریات وجود دارد. بارک الله فیکم. پس دارالاسلام در کجا است؟ دارالاسلام امروز در همون جایهایی هست که برادران غازی ها، مجاهدین در همون جا هستند و کوشش میکنند که حکم الله و رسول الله را 100% در همون جا تطبیق بکنند و به خونشون و به جانشون کوشش می نمایند که این عمل را به وجود بیاورند. و همه این جنگ هایی که در روی دنیا می شود بین کفار و مسلمین و همه این جنگ هایی که امروز شده ایستاده است همش به خاطر انمین است. مسلمان ها میخواهند که تطبیق شریعت بکنند، کافرها این را نمیخواهند، برای اینکه کافرها میترسند که از این آهسته آهسته یک دولت بزرگ اسلامی به وجود می آید که عاقبت منفعت کافرها نیست می شود، عاقبت کافرها شکسته می شود. پس بارک الله فیکم. این بود این مسئله حکومت، یعنی حکومت اسلامی موافق قرآن و سنت 100% وجود ندارد، الا حکومت از این دولت هایی که ما گفتیم، این دولت هایی که کفرها اقرار کرده است. اما دارالاسلام رو به شما بیان کردیم که در کجا است. پس مسئله ببینید سوال کردند که در مسئله حکم دولتداری مثلا بعضی از دولتدارها که بعضی از دولت ها که مثلا 80% مسلمانی 20% غیر مسلمانی، یا که 30% مسلمانی 30% از قرآن و سنت گرفته شده است، یا که 90% از حکم الله و 10% از غیر الله. این چنین این حکم این دولت ها چیست؟ همش کفر است و همش دولتداری طاغوت است. دلیل از کجاست؟ دلیل از اجماع علما است. در زمان ابن تیمیه رحمه الله علما اجماع میکنند که حکومت تتری چنگیزخان این به اجماع علما این حکومت کفر است و تمام حکومتدارانی که در همون دولت چنگیزخان هستند اینها کافر هستند. چرا که اونها حکومتشون حکومت به غیر قرآن بود و به غیر شریعت بود، در حالتی که چنگیزخان تقریبا 30 یا 40% حکمش احکامش از قرآن گرفته شده بود، از اسلام گرفته شده بود، یعنی از قرآن سنت، یعنی از اسلام گرفته شده بود. اما باقی مانده از اهل کتاب و بعضیش از خودش گذاشته شده بود. ولی ما اجماع میکنن که هر یک حکومتی که در وی 60%، 50%، 90% حکم اسلامی باشد و باقی ماندهش غیر اسلامی باشد، این حکومت کفری است. به این هیچ علما اختلاف نکردن و این اجماع علما است. این اجماع علما است. و هر حکومتی که حکومت غیر حکم الله شد و غیر حکم الله حکم کرد، این حکومت کفری است
و پادشاهش و لشکرش کافر است به اتفاق علماست. بارک الله فیکم. و سوال اینچنین دادن که آیا مملکت سعودی آیا 100% مملکت مسلمانی است، یعنی 100% مملکت اسلامی است؟ همچنین سوال دادن. البته اینچنین نیست. امروز البته اکثر برادران موحد هم در همین مسئله البته به خجالت می آیند، در شبهه هستند که حکم مملکت عربستان سعودی چیست. البته بعضی از علما حتی کتاب‌های خاص نوشتند در مسئله مملکت عربستان سعودی در حاضره حکمش که این دولت کفری است. شیخ خالد ابن المرضى علی الغامدی می‌نویسند التبیان فی کفر من عان امریکان، و اینچنین ناصر الفهد و اینچنین دیگر از علما در کتاب‌های گوناگون ذکر نمودند کفر دولت طاغوتی سعودی و در کجا به کفر واقع شدنش و در مسئله به امریکا یاردم کردنش و در مسئله امریکا رو یاردم کردن و با همراهی امریکا مسلمان کشتنش، در این مسئله کتاب ها نوشته شده است. و البته این علما رو اینها بردن قتل کردن و در حبس خانه ها این علما حالا در حبس هستند. اما عموما ما می‌نگریم البته مکه مدینه این بهترین شهر است، مقدسترین شهر است. در این شهر البته کافر داخل نمیشد، بهترین مکان است و خودی بنده در اونجا زندگی کرده هستم، بهترین مکان است. اما غیر مکه و مدینه، مثلا شما به شهر جده نظر بکنید، شهر جده تمام غیر مسلمان ها داخل شدنش جایز است. این البته مخالف حدیث است. مملکت مسلمانی خیلی نباید باشد، دولت اسلامی خیلی نباید باشد که یک کافر داخل شود در حالتی که نه سرش پوشیده است، سرش لوچ است، با شورتیک ها زن میگردد، چی نمود خواهد میگردد، زیناخونه ها وجود دارد. اعوذ بالله من ذلك. و انا قاعده نو برآوردند تا 2013 این محمد ابن سلمان طاغوت نوی که پیدا شد به همین مملکه عربستان سعودی یک شهر بینهایت بزرگی را میسازد که نامش نیوم هست و در اینجا تمامی کفارها جمع میشوند و تمامی جای یک دمگیری برای کافرها، برای پولداران و جای یک فسق و فساد و کفری میشود. و این البته در اسلام وجود ندارد. در اسلام این چنین چیز وجود ندارد. تطبیق شریعت باید 100% در همه حالت شود. و البته برای همین ما نمیتونیم بگیم که این دولتی 100% اسلامی است. اگر اسلامی می بود مسلمان ها را البته حمایت میکرد. و چقدر مسلمان ها امروز در زیر درس کافران به قتل میرسند. اونها نه یک مکان میدهند نه یک جای میدهند. البته به 100,000 200,000 هست یا چند میلیون است از بورما به اونها جای دادند و پروای به امت اسلام ندارند. اونها به تجارت شخصی خود مشغولند. پس این حکم است. کسی خواست حق را، انا من حق است. بارک الله فیکم.